ادامه گفتارهای رادیوی تاجیکستان. آزادگان باز دری خود را بر روی شما می کشاید. باز از خودشناسی و خودآگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه های دلبری صحبت می کند. آزادگان به شما راز می گوید، نیاز می آورد و شما را به خود هم صدای و هم نوا می نماید. باید بگوییم که این سفر هم آزادگان از 6 فصل عبارت است، از 6 عالمی راز، از 6 دنیای صوت و نوا، از 6 گفت و گذار، از 6 لحظه های دلاویز. فصل اول، قاموسی جاوید، استاد صدرالدین عینی در خودشناسی و خودآگاهی ملت ما. فصل دوم، چشم به چشم، صحبت با عالم و سراینده صاحب ذوق جوربک نظری درباره سرود و موسیقی. فصل سوم، رقصی پری پیکر، نگاهی به نگاره های دیوار شهر قدیمه پنجکند و سازهای موسیقی در زمان سعودیان. فصل چهارم، میرزا بابور و علم و ادب تاجیک در هندوستان، نقش او در این سرزمین و پاس داشتن زبان تاجیکی فارسی. فصل پنجم، جهان اندیشه، سخنان حکیمانه فیلسوف انگلیس برتراند راسل. فصل ششم، ترانه های دلانگیز، سخنی چند درباره رباعیات عالم و ادبیات شناس ظاهر احراری. قاموس جاوید. او مجسمه بزرگ ادبیات تاجیک و فارس بود و هست. او خورشید تابان زبان علم و خودشناسی و خودآگاهی ملت است. او قاموسی بی‌زوال فرهنگ تاجیکان شناخته شده است. استاد خورشید خصال با نور و با سخن و با هستی خیش ملت ما را به عالمیان شناساند. استاد صدرالدین عینی برای خلق و وطن ما قاموسی جاوید است. او توانست نام تاجیک را علم کند، برای ملتش جان و تنش را سپر سازد تا بدانند که ملت ما تاریخی کهن دارد و یکی از خلقهای مقیمی و تاج‌جایی در آسیای میانه شناخته شده است. و سرور دولت این نکته را نیکو گفته: صدرالدین عینی موجودیت خلق تاجیک را همچون ملت قدیمه آسیای میانه اثبات نمود. حق و حقوقهای قانونی این ملت را برای تشکیل دادن دولتداری ملی خود به میان گذاشت. این سخنی حق شناسی است، ارجگذاری به خدمت بزرگ آن ابرمردی ادبیات و ملت ما است. به وقت ملت ما چنین آزادگان یگان می آیند و با سخن و با علم و دانش خود همه را به حیرت می آورند. آن شخصانی که ملت ما را نشناخته می گرفتند لال و حیران ماندند و چشم گشاده به سوی خورشیدی عدل و حقیقت نگریستن نتوانستند. آری او فرزند برومند ملت ماست، علامه علم و فرهنگی، خلقی 101 جبر و جفا و ناحقی را دیده ماست. تاریخ در لحظه های بسا حساس و تقدیر ساز چنین شخصیت بی مثل را به بخت ما داد. به گفت انسان نیک بین و شاعر پیشه عظیم رجبوف، سربازی سخنورانی تاجیک عینی، هم قاموسی جاویدانی تاجیک عینی، چون شوله شمسی بی زوال اندر دهر، ماند به دل و
زبانی تاجیک عینی. بله باید چنین شناخت، چنین دانست استاد صدرالدین عینی را. باید به خدمت‌های ارزنده و بسا بزرگی او همیشه گفت و هیچگاه از یادها نبود. آخر او بوده که به ما عمر تازه و ابد بخشید. تاجیک و تاجیکستان را همگان شناخت، دانست. بهترین دلیل رد نشونده این قاموس او کتاب نمونه ادبیات تاجیک بود برای شناخت ملت ما. تاجیک ملت است، تاجیک ادبیات دارد، تاجیک سرزمینی تاریخی دارد. تاجیک در آسیای میانه خلقی از همه بیش صاحب مقام و صاحب دولت است. تاجیک ملتی است که با شاعران و خونیاگرانش، با عالمان و قهرمانانش مشهوری عالم است. چون رعد می‌غورید و چون برق سینه عدوان را می‌سوزاند. او کتاب نمونه ادبیات تاجیک در دست برای ملت ما چون کوه پیش آمده به همگان گفت: این خانه ز خویشتی کهنه انداخته‌ام، در وی جشنی ز رفتگان ساخته‌ام، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمری جوانی به چه ره باخته‌ام. همه شیرین لبان افتاده در بندش ما، یعنی از جان بنده لعل شکر خندش ما، یعنی از جان بنده لعل شکر خندش ما. از خرامی دوش دوای رعنای بابا، از خرامی دوش دوای رعنای بابا، بند کردن شکر را قامتی قندش ما، بند کردن شکر را قامتی قندش ما. قدر رخصار زلفه چشم ابرو رحمته، یک دل مسکین چه خواهد کرد با چندش ما، گرچه رفت از یادتم یادی دلی غمگین ما، دور باد از غم الها طبع خرسندش ما، دور باد از غم الها طبع خرسندش ما. که بودن الفتان بر آرزوی میرسد، که بودن الفتان بر آرزوی میرسد، عینی بیچاره یعنی آرزومندش ما، عینی بیچاره یعنی آرزومندش ما، آرزومندش ما.
رهی او هموار نبود، پر از خطر بود. چندین بار با اجل دست به گریبان شد. عذابی گوش ناشنید را دید، ولی با روحی بزرگو، با اراده قوی خود را کشان تا به ما رسانید. خود یک کتاب نمونه ادبیات تاجیک در دل ملت ما امید آورد، نور و ضیا آورد، آهنگی خودآگاهی آورد. شاعر تاجیک ظفرخان جوهری زاده با دل و جان با شادی بیکران گفت: گل کرد بهاری و به چشمم چمن آراست، جوشی طرب از 6 جهتم انجمن آراست. مجموعه عینی به فنون ادبیات، اندر بر من آمد و بزمی سخن آراست. ما را زبان، ادبیات، شعر و شاعرانی بی‌مثل و شهرتیار به عالمیان شناسان با کتاب نمونه ادبیات تاجیکی آن استاد صاحب مقام صدرالدین عینی. نویسنده صاحب ذوق پولاد طالیس بیهوده نگفته. صدرالدین عینی یک عمر به خلق خود صادق بود و تمام عمر خود را به خدمت خلق بخشید. چون این آدم هیچگاه نمی میرد و خاطره پرشرفی او همیشه از پرتوی آفتاب محبت خلق درخشان خواهد بود. محبت به قهرمانان، فرزندان همیشه در دل و دیده خلق صاحب تاج فروزان و جاویدان میماند. آخر عمر عینی از برای خلق صرفی خانه شد. خلق ما را دفتری عینی شهادت نامه شد. برحق او قاموسی جاویدی ملت است. رفتم به جستجویت در کوچه ها دویدم، رفتم به جستجویت در کوچه ها دویدم، هم جام چاک کرده پیرهن دریدم، هم جام چاک کرده پیرهن دریدم. در کوه افتادم در خاک و خون تپیده، در کوه افتادم در خاک و خون تپیده، آل محلقا برآمد از خانم کشیده، مایل به افتادن چون میوه رسیده. رفتم به جستجویت در کوچه ها دویدم، رفتم به جستجویت در کوچه ها دویدم، هم جام چاک کرده پیرهن دریدم، هم جام چاک کرده پیرهن دریدم. گیسوی مشکارو تا به کمر داده، الوار بشرارو خورشید زل کشاده، در آشکار زورا کرده بس زیاده، نازه بهانه جورا در یک طرف میاده، شرمی ستیز خورا در خاک و خون کشیده. رفتم به جستجویت در کوچه ها دویدم، رفتم به جستجویت در کوچه ها دویدم، هم جام چاک کرده پیرهن دریدم، هم جام چاک کرده پیرهن دریدم. رفتم به جستجویت در کوچه ها دویدم، رفتم به جستجویت در کوچه ها دویدم، هم جام چاک کرده یم پیرهن دریدم، هم جام چاک کرده یم پیرهن دریدم، هم جام چاک کرده یم پیرهن دریدم.
چشم به چشم. آواز انسان زیباترین، تواناترین موسیقی، حتی بالاتر و والاتر از آن است. یعنی شعر و موسیقی در صدای آدمی معجزه دیگری را بنیاد می کند. سراینده و کمپوزیتوری اصیل شعری خوب و موسیقی را در بساطش با احساس گرم و تفکری عمیق پروریده، پالاییده، به آن صافی و صفا بخشیده، پس به شنونده پیشنهاد می کند. نزاکت و فصاحت آن را نسبت به شنونده چندین کرات بیشتر درک می کند. در این حالت سامع می خواهد با حافظ هم‌آواز شود، به اختیار زیر لب به زمزمه وی شریک می شود. شنوندگان گرامی، این گفته ها باز در صحبتی خبرنگار رادیوی تاجیکستان عابد جان سیدزاده با استاد صنعت جوربیک نظریف در میان گذاشته شد. مرحمت گوش کنید. با مشاهده ما البته هم عالمی خوب است هم حافظی خوب. من اصلا به قول مردم که در اطراف ادبیات دور میزنم با شعر و عرفان و با ادبیات سر کار دارم. البته شعر خوب دوست میدارم، مطالعه میکنم و راحت هم میکنم و در مورد همون شعرهای بلند یک بعضا یک اظهار عقیده هم میکنم، یک مقاله، یک کتاب است. البته به موسیقی من بودن نمیتوانم. از امیرخسرو دهلوی پرسیدن که شعر خوب است یا موسیقی، کدامش بیشتر افضلیت دارد، مقام شعر بلند است و مقام موسیقی؟ امیرخسرو دهلوی به اون سوال دهنده میگد که شعر عروس است و موسیقی زیور عروس، یعنی که این اون شخص میبخشد، تقویت میدهد. من پیشنهاد میکنم که همه با شعر و سرود و موسیقی بده باشند. رودکی ما با موسیقی بود، هرچند که بنیانگذار شعری خب فارسی است. حتی دولتشاه سمرقندی در اطراف شعر همون بوی جوی مولیان آید همه یک عجیب یک سخنو دارد. هر کس میگد که انا شعر این خیل کدو نصرالدین احمد سامانی یک موزه پوشید، وقتی که مصرع اول و مصرع دوم خوند موزه دیگر نپوشیده بالای از سوار شد، گفت راه سوی بخارا میگیریم. دولتشاه میگد که اینجا بزرگی موسیقی بود، چون که حضرت رودکی نوازنده بهترین عود و چنگ و چغانه و امثال اینها بود و صدای بسیار مبارک داشت، از همه خوب میخوند. شعر نوشته خودش با آهنگ خودش با صدای خودش چنان میخواند که امیر دیگر طاقت نمیکنه، از جای بالا میشود، راه سوی بخارا میگیرد. چون که در حقیقت گپ دولتشاه سمرقندی درست است. البته رودکی شاعر زمان خودش، لیکن میگد که بوی جوی مولیان باید همه، لیکن موسیقی چنان کرد که نصرالدین احمد سامانی راه به سوی بخارا گرفت. یعنی که موسیقی اینا تقویت میبخشد. خشم دریایم تمکین صبر صحرایم نرمی چون دلی عاشق با سختی سنگ خارایم با سودا رفت دنیا چون سمرقند و بخارایم کن دیگر تو سودایم سختم را کی داره بودم و از دست دادم تاج تختم را
با مثل کفتری دو با دیدم مرغی بختم با زیری بال رفتم زیوری لفظی داری پرداز می دادم سکوتی سرد بریانی تو را آواز می دادم زی انجامی سرودی خود را آغاز می دادم تو را پرواز می دادم گذشتی از سری چون قولایم گشتی چون پروازی خلاصی یافتی از پنجه شهباز با بازی چو دیدم چوجه نوزاد را در عین استازی کشیدم بال شهبازی کشیدم بال شهبازی کشیدم بال شهبازی چندین علمان داریم که رساله‌های موسیقی دارن. طرز تعلیم اون زمانه از اون بود که از آموختن علوم اجتماعی انسانی شروع میکردن. مثلا قرآن هم میخوندن، شروع میکردن به آموختن حضرت حافظ، بعد بدیل و همین خیلی میروند. اکنون بعد رو به علم دقیق می آوردن، همه چیزا می خوندن. برای هم بسیار بزرگای پیشینه انسیکلوپدیست می گفتن. حاضر ما از رودکی سخن کردیم، برجسته ترین هنرمند آوازخوان و موسیقی نواز امیر خسروی دهلوی بود، منجق بود، فرخی بود. ابوعلی سینا رساله موسیقی دارد، عبدالرحمن جامع عین همین رساله موسیقی دارد. بعد اون علم‌های ضروری خودش نمی آموختن. ببینه انما ابوعلی سینا با قانون و کتاب و شفا و اینا ما یاد میکنیم اون مردکه، لیکن موسیقی نواز بود، موسیقی دان بود، رساله موسیقی داشت، با موسیقی بود و شعر خوب میگفت. همون چند رباعی که با اون مردک نسبت میتن بینید چقدر اشعاری بلندپایه است. روزگار برای من بسیار چیز آموزاند و اما قول حضرت فردوسی است که بیاموز و بشنو ز هر دانش کیا به ز هر دانش رامیشه. من کوشش کردم که خوبی ها را قبول کنم و خوشبختانه موفق هم شدم. بهار آمد که از بلبل همه بانگی هزار آید. بهار آمد که از بلبل همه بانگی هزار آید. و هر ساعت خروشی هزار از مرغزار آید. و هر ساعت خروشی هزار از مرغزار آید. گویی ارغنون بستن تو بر هر شاخ و هر برگه. زیبست بانگی تزر و سرود را جزار آید. زیبست بانگی تزر و سرود را جزار آید. خروشی اندل بوسم تو سازون ناله
گهه از گل گهه از سر با از چنان آید گهه از گل گهه از سر با از چنان آید هر سوی نوایی چنگ نیخیزم زی هر سوی نوایی چنگ نیخیزم زی هر کوی صدایی بر و تو تنور تارایم زی هر کوی صدایی بر و تو تنور تارایم یکی اینجا نوازد نای یکی آنجا گسارد من صدای های هوی و های زی هر سوی هزار آیم صدای های هوی و های زی هر سوی هزار آیم جشن و جوشه به هر دام قدموشه به هر جا جشن و جوشه به هر دام قدموشه نماند غالباً گوشه چو فصلی نو بهار آید نماند غالباً چو فصلی نو بهار آید بهار آمد که از بلبل همه بانگی هزار آید رقصی پری پیکر. نقش‌ها و تصویرها در دیوارها، قصرها، خانه‌های دور سعودیان به ما حکایت می‌کنند. به ما از آن زمان بسیار دور و عجیب قصه می‌نمایند. پنجکند قدیم کیها باز عالمان و باستانشناسان عالم را به خود کشیده، به آنها از آن دوران ماضی 101 روایت و داستان میگویند. مخصوصا مجسمه رقاصه محلیقا وقتی که پیدا شد، صوت و نوای سعودی گویا به گوش و هوش بینندگان و شاهدان طنین انداخت. عکس به آنها می گفت سعودیان بر نور و ضیا عاشقند، با صنعت بلند و با رقصهای آتشین عالم و آدم را با خود هم نوای و هم صدا ساختند. همه چشمها، همه عقلها به آن مجسمه پیوستند. 1001 عکس و تصویرگیری پیش آمد. آن رقاصه پری پیکر یک معجزه، یک شاهکاری آن مردمان زیبا پرست و هنرمند ما بوده. یک خود این مجسمه به عالمیان می گفت که سعودیان از ازل دلداده صنعتند، در هنر و هنروری همتان ندارند. صنعت آنها چون خورشید، چون آتشی دل عاشقان همه را تسخیر کرده نورافشانی دارد. شنیدم که در لحن خونیاگری به رقص اندر آمد پری پیکری. Para
مستی می کنم چون کبوتر در رواقی که به مستی می کنم دوست یارم چون کبوتر در رواقی که به مستی می کنم دوست یارم از بلندی که رسم در زمره آن آستان از بلندی که رسم در ذروه آن آستان حالی و اقبالی سوستم سخت پستی می کنم دوست یارم حالی و اقبالی سوستم سخت پستی می کنم دوست یارم هیچ کس در عشق لیلی نیست اینجا استوار هیچ کس در عشق لیلی نیست اینجا استوار کیچ مجنون دیگری دوایی هستی می کنم دوست یارم کیچ مجنون دیگری دوایی هستی می کنم دوست یارم فکری موجونم کنم تو را در اقلیمی عشق فکری موجونم کنم تو را در اقلیمی عشق حکم دیوانی و زورت مستی می کنم دوست یارم دل به توقیر آمی پرستی می کنم دوست یارم چون کبوتر در رواقی که به مستی می کنم دوست یارم مجسمه های رقاصه پنجکین آبرزی جالبی آن رقص های زیبایی است که خارجیان آن را رقصی گیربادوار نامیدند. رقاصه ها از چجه، کومیده، کیشه، میمرغه و به خصوص از سمرقند جمع می شدند. در خانه عکس های یافت شدند که در آنها 4 زن سرود می خوانند و یکیشان اسباب موسیقی می نوازد. موسیقی در حیات مردم سوغدی قدیم نقش بزرگی را می بازد.
آن وابسته به آیین و مراسم‌های دینی موقعی مهمی را در زندگی آنها داشت. در پنجکین 9 اسباب موسیقی تاری هرخیله پیدا کردند که 1 تای آن نفسی و 3 تای آن ضربی و 5 تای آن به گروه اسباب‌های موسیقی خودصدا شاملند. به گروه اسباب‌های موسیقی تاری کیفر، عود و بربط داخلند. عودهای کمان شکل در رسم‌های پنجکین در 3 نسخه تصویر یافتند. به گروه اسباب‌های موسیقی ضربی طبل 2 طرفه شامل است. معلومات را راجع به صنعت موسیقی آسیای میانه در قرون وسطا در سرچشمه‌های خطایی نیز وجود دارند. در صنعت موسیقی به گروه اسباب‌های پیشاهنگ، تاری، بربط، عود و نیفر، نفسی، نی و نی پنه، ضربی، طبل، خودصدا، زنگوله و دف و دایره داخلند. در حفریات‌های پنجکین باستان 18 نمود اسباب‌های موسیقی کشف شدند. تجربه نوازندگی در این اسباب‌ها مدتی چند عصر تدقیق می‌شود، ولی در عین زمان استفاده از همه مقدمتری آنها به عصر 4-3 تا ایره ما تعلق دارند. کاربرد از همه دیرتری اسباب‌های موسیقی در نوشتجات پنجکین که عصر 6-8 و در یادگاری‌های تاریخی خطای عصر 7-9 ثبت یافته است. سوغدیان موسیقی را خیلی دوست می داشتند. در سالنامه خطایی تیشو آمده که ساکنان سوغد میل و رغبتی به شراب داشته رقص و سرودخوانی را در کوچه ها دوست می دارند. هنگام 2 روزه شدن ماه به دایره و دف به رقص و سرودخوانی برآمده سرما را طلب کرده و به یکدیگر آب پاشی می کردند. استاد لایق هم همین نکته را به نظر گرفته گفته است: سوغدیان در پیشواز آفتاب دف می زدند. سطح بلندی انکشاف صنعت موسیقی باعث شد صنعتکارانی با استعداد کسبی به وای رسند. درجه صنعت کسبی به حدی بود که به صنعتکاران عصر میانگی در دیگر کشورها بهای بلند می دادند. همانطوری که از این فکت ها برمی آید، زنهای تا دوره اسلامی خود را آزاد و برابر حقوق با مردان می حسابیدند. باستانشناسان مرشک و همسری او رسپاپووا هنگام حفریات شهرک پنجکین قدیم مجسمه سوار زنی آلیه نن را پیدا کردند. نن 4 دست دارد که با آنها آفتاب و ماه را داشته ایستاده است. در اینجا مجسمه شاهی حیوانات نیز یافت شده است. شیری زین کرده شده به آلیه نن اطاعت می کند. سری زن با تاجی با شکوه و گوشوار و پاره از طوق و دستی چپ محفوظ مانده است. باز یک سری زنانه با خاکه و مویهای با حشمت آرایش یافته و پاره از تاج یافت شده است. زن را چون آلیه می حسابیدند. تمثال زنی 4 دسته آلیه در ایکونوگرافی دینی عصر میانگی دیر باز توجه علما را به خود جلب کرده است. در نقش‌های پنجکین دقت مخصوصی را به خود تحت اژدر مانند که بالای آن خدا نشسته است جلب کرده است. راجع به این نگاره ها و نقش و عکس ها در کتاب دستور آیدی تاریخ پنجکین قدیمی مرد شریف و مؤرخ اسرائیل اسماعیلوف خیلی صحیح آورده شده است که ما هم به آن بیشتر تکیه نمود. میرزا بابور و علم و ادبیات تاجیکی در هندوستان. دولت تیموریان هند سالهای 1526-861 در ادبیات تاریخی همچنین با نامهای امپیری مغولهای هند و یا ماگولهای بزرگ معروف است. در زمان موجودیت خیش در برابر دولت صفویان ایران، شیبانیان و امپراتوری چین
یکی از بزرگترین و پرقوتترین دولت قطعه آسیا به شمار می رفت. اساسگزار خاندان تیموریان هند ظهیرالدین بابور اگرچه خود یک شخصی اصلا حربی بود و زندگی خود را بیشتر در میدانهای حرب و ضرب گذرانیده بود، در برابر این دارای علم و دانش و استعداد بلند عالمی و شاعری نیز بود. نشاندادهای کتاب‌های تاریخی و تذکیره‌ها دلیل معتمد در این موضوعند. در تاریخ الفی آمده است شعر ترکی و فارسی بغایت فصیح می گفت. در انشا یدی بیضا در عروض مهارت بی نهایت داشت، در موسیقی سرآمد عهد روزگار بود و در علم فقه بغایت مستقذر بود و رساله‌ای در آن علم به نظر درآورده است در کمال فانده و اختصار. واقعه ایام سلطنت خود را به زبان ترکی به فصاحتی در قلم آورده است که جمیع فصحا از عطیان مثل آن عاجز و به عجز خود قائل و معترفند. یک اثر منصور بابور میرزا که در موضوع واقعه و حادثه های عهد خود به سلک نثر کشیده بود با نام واقعات بابوری یا بابورنامه است که تا هنوز هم مشهور است. اثر مذکور را بابور با زبان ترکی نوشته است. دو نسخه از همین اثر الحال در گنجینه دستخطهای اکادمی علمهای تاجیکستان تحت رقمهای شرطی 1869 الت و 2561 الت محفوظ می باشند. اثر دیگری منصور با نام تزوکی بابوری نیز در برابر واقعات بابوری محصول ایجادی وی می باشد. در اثر مذکور تا چه حد نسبت به شاعران حس احترام داشتن و تا چه درجه نسبت به شعر و شاعری شوقمند و راغب بودن بابور معلوم می گردد. شبلی نومانی در همین مورد نوشته است: او در تزوک تمام شعرای زمان خود را ذکر نموده نسبت به هر یک به قدر خوب انتقاد کرده است که یک نفر ادیب قابل بهتر از آن نمیتواند انتقاد نماید. عظیم آبادی در تذکیره خود آورده است که بابور در خطاطی هم دستی دراز داشته است و خط مخصوصی را هم با نام خط بابوری برآورده بوده است. بنابراین گفته ها بابور در تاریخ نه تنها چون سیاستمدار و سرلشکری بزرگ معروف گشته است، همچنین او با ایجاد آثار نثری و نظمی به حیث یک شخصیت عالم، نویسنده و شاعری صاحب استعداد شهرت پیدا کرده است. این همه به هم آیی سیاستمداری و هنر و استعداد در شخص بابور بود که افضل سرخوش او را سلطانی علم آگاه و شیردیل و صفدری حقیر نواز ذکر کرده است. بابور در نظم ترکی و فارسی هنری قوی داشت. او شاعری ذواللسانین بود، هم با زبان ترکی و هم با فارسی تاجیکی شعر ایجاد میکرد. چنان که خودی بابور در واقعات بابوری قید کرده است، او رساله ولدیه خواجه عبدالله انصاری را از نثر به نظم فارسی برگردان کرده است. در هر دو زبان غزل و رباعی ایجاد می کرد، اما با زبان ترکی دیوانی کاملی اشعار از وی باقی مانده است که اساسی آن را غزلیات او تشکیل می دهند. صاحب کلمات و شعرا در خصوص استعداد شاعری بابور نوشته که طبع موزون آن شهریار دریادیل بسا دورهای آبدار سخن بر طبق روزگار گذاشته. تذکیره نگار مذکور این غزل بابور را به حیث دلیل می آورد: در دور ما ز کهنه سواران یکی می است، وان کو دم از قبول نفس می زند نی است. این سلطنت که ما ز گدایان کویش یافتیم، داران نداشت هرگز او کاووس را کی است. دارد به زلف او دل زناربند ما،
سودای کوفر و کافری و هرچی در وی است. بابور رسید ناله زارت به گوش یار، مجنون وقوف یافت که لیلی در این چه است. حسین قلی خان عظیم آبادی هم این دو بیت به زبان فارسی تاجیکی ایجاد کرده بابور را در این تذکیرش آورده است. هلاک می کندم فرقتی تو دانستم، وگرنه رفتن از این کوی می توانستم. در روزگار فتنه بسی دیده ام، ولی چشمی تو فتنه است که در روزگار نیست. فرشته هم در اثر خود از بابور قطعه آورده است که او این قطعه را به حاکم قلعه بیانه نظام خان نوشته است و از وی درخواست است که قلعه را به او سپارد. به ترک ستیزه مکن ای میر بیانه، چالاکی و مردانگی ترک عیان است. گر زود نیایی و نصیحت نکنی گوش، آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است. اشکم ولی با پایی عزیزان چکیدم. بارم ولی بسای با یاد و رنگو بای تو ای نو بهاری عشق. با یاد و رنگو بای تو ای همچون بنفشه سر به گریبان کشیدم. دوست یارم چون خواب در هوای تو از پا فتاده‌ام، چون عشق در قفای تو با سر دویدم. من جلوه شباب ندیدم، با عمر خویش یارم دادم.
جوانی شنیدم دوست یارم یارم فریادی دلم قربانت من نگارم دادم حیرانیت من از جامعه فیه بین و بین نخوردم و از شوخی آرزو گلی عیشی نچیدم موی سفید را فلکم رایگان ندم این رشته را بناختی جویم خریدیم ای سری پای بسته بازم بگی منم آزاد من کی از تمام بریدم قربانت من نگارم بی درد یارم یارم گرمی گریزم از نظری مردمان رهی یارم جان جانم عیبم مکن که آهوی مردم ندیدم
اگر می گریزم از نظری مردمان رهی عیبم مکن که آهوی مردم ندیدم قربانت من نگارم یار یارم اسیرت من نگارم جان جانم استعداد شاعری بابور در فارسی تاجیکی به درجه بوده است که او حتی اشعار بدیهی نیز می سروده است. از جمله وقتی که وی منطقه های چندگیری، سارنگاور، بنخپور و رایسین را در هندوستان از هندوها استیلا می کند، امر می دهد مسجدها و خانقاه های را که هندوها مکان حیوانات خود گردانیده بودند از نو تازه نموده به حال پیشتره خود تبدیل دهند. شیخ زین صدر تاریخ این فتح را فتح دارالحرب معین می نماید و بابور در بدیعه این قطعه را می گوید: بو چند مقامی چندیری پر ز کفار و دار حربی حرب، فتح کردم به حرب قلعه آن، گشت تاریخ فتح دارالحرب. بابور حتی هنگام جنگ‌هایش در هندوستان هر کجا کتابخانه‌ای می‌یافت حتما در پی نگه داشت و آزار نرسیدن به این گنجینه خیرات می‌کوشید. دلیل این کتابخانه غازی خان افغان پسری دولت خان است که پس از فتح قلعه وی با نام ملوت بابور آن را از خود کرده با خود می‌گیرد و شخصا اجازه نمی‌دهد از جانب سربازان مغول این کتابخانه به باد نیستی رود و قسمت باقی مانده این کتابخانه را به پسران خود همایون و میرزا کامران که آنها نیز اهل فضل بودند تقسیم می نماید. بابور هنوز قبل از ترک ماوراءالنهر هنگامی که در سمرقند و فرغانه حاکمیت میراند نسبت به اهل علم و ادب با احترام خاصه مناسبت می نمود. از جمله وی یک نفر شاعری قلندر مشرب را با نام بینایی در ماوراءالنهر مورد تربیت و عنایت خود قرار داده حتی او را به مرتبه صدارت بلند می‌بردارد. بابور برخلاف تعصبات حاکمان صفوی در گرد خود دائما شاعران و سخنوران و اهل خرد و فضل را جمع می‌کرد. زرین کوب در این مورد قید نموده است: بابور و احفاد او که در این ایام بر هند فرمان فرمایی داشتند به شعر و ادب علاقه تمام می‌ورزیدند و در این مورد شیمه اجداد را رعایت می‌کردند. شبلی در این مورد درست قید می‌نماید که با هندوستان را فتح کردن بابور شعر و شاعری فارسی با بابور به هند رفت. بابور از صحبت و معاشرت عالمان و شاعران دائما فایده می‌برداشت. مثلا مولانا اونسی، انیسی قندهاری، افسری بخارایی، بیانی قلندر، باقی کولابی، کلان خواجه، کلان بیگ اندیجانی که بیشتر با نام خواجه کلان معروف بود در عهد بابور به هند آمده چندی از آنها به خدمت وی در آمدند. از این بین باقی کولابی کشته می گردد. همچنین خندمیر مؤلف حبیب السیر، شهاب الدین معمایی و میرزا ابراهیم قانونی که استاد موسیقی بود از هرات به هند رفته در سلک ملازمان و خادمان بابور داخل می شوند. بیانی قلندر شاعری هنرمند هراتی را نیز بابور
از هرات همراه خود به هندوستان میبرد. هنگامی که بابور از کابل و غزنین به هندوستان لشکر میکشد، اهل علم و فضل را نیز با خود میبرد. در این سفر خواجه کلان یک نفر از ملازمان دانشمند بابور بود که در 5 لشکرکشی او به هندوستان یکی از مشاوران اساسی وی محسوب میشد و چنان که فرشته نقل می نماید اکثریتی ظفرهای بابور نتیجه مصلحت‌های مفیدی همین خواجه کلان بوده است. این خواجه کلان هم در علمهای دینی و هم در هنر شاعری دستی قوی داشته است. از جمله وقتی که او پس از 5مین سفری با ظفر انجام گرفته بابور با سبب پیری و بیماری از بابور رخصتی برگشتن به وطن را میپرسد و نهایت این اجازت را میگیرد. در دیوار یکی از بناهای دهلی این بیت خود را می نویسد: اگر به خیر و سلامت گذر ز سیند کنم، سیه روی شوم گر هوایی هند کنم. بابور در پیروی از غزنویان شاعران زیاد فارسی گوی را از تمام گوشه و کنار در دربار خود جمع نموده آنها را تربیت می کرد و وظیفه های گوناگون دیوانداری را بر آنها مقرر می نمود. خیر و سخای بابور در تربیت و رشد اهل فضل و هنر بی سابقه بود. مؤلف کلمات و شعرا در خصوص سخاوتمندی بابور مثالهای گوناگون آورده از جمله قید می نماید: دست عطایش چون دامن ابر نیسان پرگوهر، در شیوه سخا وجود بی‌دریغ بسیار است بابوری سخن. بعضی از محققان بر این نظرند که به حیث صدر شاعران دربار ملیک الشعرایی را همچون وظیفه و منصب مسئول درباری بابور برقرار کرده بود. انیسی قندهاری و افسری بخاری شاعران دیگری صاحب استعداد بودند که بابور آنها را از ماوراء النهر همراه خود آورده بود و هر دو را در هند بسیار گرامی می داشت. پس از درگذشت بابور همایون نیز علیس و افسر را مورد عنایت خود قرار داده به اولی منصب‌های کلان درباری را واگذار کرده، دومی را تاج سخنورانی بلاغتکش گردانیده بود. بابور عالمان و فاضلان مسلمان هندوستانی را نیز در کارهای مهم دولتداری خود جلب می کرد و از دانش و مهارت آنها سود می برداشت. شیخ حسام الدین پدری سراج الدین علی خان آرزو یکی از این عالمان هندوستانی بود که بابور او را به زمره نزدیکان خود درآورده بود. فقط سوزی دلم را در جهان پروانه میدانم، غمم را بلبلی کاواره شد از دانه میدانم. نگیرم چون ز غیرت می سوزد بهار من، ننالم چون مجنون یارم مرا بیگانه میداند.
به دل به تو با جان آمد، وقت است که باز آیی ای پادشاهی خوبا، داد از غم تنهایی. دل به تو با جان آمد، وقت است که باز آیی ای پادشاهی خوبا. ای درد تو هم درمان، در بستر ناکامی. ای درد تو هم درمان، در بستر ناکامی. و یاد تو هم مانی در گوشه تنهایی، در گوشه تنهایی. ای پادشاهی خوبا. دایم گل این بستان شاداب و نمیماند. دایم گل این بستان شاداب و نمیماند. دریا ضعیفان را در وقت توانایی، در وقت توانایی. ای پادشاهی خوبا، داد از غم تنهایی. دل به تو با جان آمد، وقت است که باز آیی ای پادشاهی خوبا. جهانی اندیشه. اندیشه زندگی پیچ در پیچ است، رنگین است، بیکران است. اندیشه امروز و فردا، اندیشه مرگ و زندگی، اندیشه خود را دریافتن، شناختن. فلسفه حیاتی ما را وادار می سازد که اندیشه بکنیم. چرا زندگی برابری رنج و عذاب داشتنش، شکست و ریخت داشتنش، از حد زیاد بیرحم بودنش باز شیرین است. کس نمیخواهد از آن دل بکند. در اصل حیات را آدمان دانای و فرزانه نور بخشند.
زیب و فر بخشند، به صوت و نوا آرند. از این رو گفتند که زندگی شناخت خود نیست، زندگی برای ساختن خود است. از همین جهت ما هم به فکر و اندیشه های بزرگان علم و فرهنگ بیشتر توجه می کنیم تا حقیقت زندگی را در سخن آنها دریابیم، حیات را در آهنگ پندی آزاد زادگان پیش نظر رفشن ببینیم. نفس سرکش را مسخر عقل پر تدبیر کرد، سکه شده وانه او را میتوان زنجیر کرد. نفس سرکش را مسخر عقل پر تدبیر کرد، سکته شده وانه او را میتوان زنجیر کرد. به مربی زیر گردون معتبر نتوان شده، به مربی زیر گردون معتبر نتوان شده. ماه نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد، ماه نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد. با بزرگانی جهان گستاخ بودن خوب نیست، با بزرگانی جهان گستاخ بودن خوب نیست. آخرین به عزتی بر تو کن تحصیل کرد، آخرین به عزتی بر تو کن تحصیل کرد. به ایبالت وان به بزمی تون خویان کنی ها، به ایبالت وان به بزمی تون خویان کنی ها. به محبت تکیه نتوان بردمی شمشیر کرد، به محبت تکیه نتوان بردمی شمشیر کرد. قومتی خلوت نشینان میکند کار کمان، قومتی خلوت نشینان میکند کار کمان. میتوان مسواک زاهد را نشان تیر کرد، نفس سرکش را
سخر عقل پر تدبیر کرد سکچه شده مان او را میتوان زنجیر فیلسوف انگلیس دارنده جایزه نوبلی ادبیات برتران آرتور ویلیام رسل در حیات خیش را شناخت، خود را ساخت. زندگی آرام نداشت ولی از گفتار و رفتار خود راهی نوی را برای آیندگان باز نمود. با علم و دانش و سخنهای آتشین و پند و اندرزبارش راه یافت. حالا بیایید از سخنان حکیمانه برتران رسل بهره‌ور شویم و در فلسفه حیات خود را چون انسانی کامل و دانشمند شناسیم. من نمی‌دانستم که تو را دوست دارم تا اینکه آن را از زبان خودم شنیدم. برای لحظه اندیشیدم خدایا من چی گفتم و سپس فهمیدم که آنچه را درست است گفتم. زندگی کردن بدون برخی از چیزهایی که می‌خواهید بخشی ضروری شادمانی است. در هر لحظه یک چیزی یگانه و تازه نهفته است. فلسفه نباید از زندگانی شخصی بکاهد بلکه باید بران بیفزاید. تا 40 سالگی که مغزم خوب کار میکرد به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از 40 تا 60 سالگی که ذهنم ضعیف شده بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر که به کلی مغزم کار نمیکرد به سیاست. انگیزه هایی که مردمان را به فلسفه کشانیده گوناگون است. بی حرمت ترین انگیزه ها میل به شناختن جهان بوده است. ترس از عشق ترس از زندگی است و آنان که از عشق دوری می کنند مردگان بیش نیستند. جهان اندیشه است، ما را به ما روبرو می کند، از حکمت حیات می گوید و نور در دلی ما می آورد تا خویشتن را بیابیم. انسان‌های خرد خود آفتاب را می مانند. دردی به کسی نو لطا کی به اثر ریزی چی باشد خون شوی بردا من از مشگانی تر ریزی زی دردی به کسی نو لطا کی به اثر ریزی باشد خون شوی بردا من از مشگانی تر ریزی بقای گلشنی هستی ندارد صرف چندانه بقای گلشنی هستی ندارد صرف چندانه کی همچون غنچه تا لب را کنی خونی جگر ریزی کی هم
همچون غنچه تا لبا کنی خونی جگر ریزی. اگر تاجی سری فخر از قیصر کمر گیری، اگر تاجی سری فخر از قیصر کمر گیری، شجم روز بدستی سام آن تیغ و کمر ریزی. شجم روز بدستی سام آن تیغ و کمر ریزی. غفلت آزمایی ها نشد راه کسی روشن، شبا شب همچه شب نمخیز تا فیضی سحر ریزی. زی غفلت آزمایی ها نشد راه کسی روشن، شبا شب همچه شب نمخیز تا فیضی سحر ریزی. زی زوری خشکی زاهد معنی حاصل نمی گردد، زی زوری خشکی زاهد معنی حاصل نمی گردد. مباد بر این حیول و صورتی رنگی دیگر ریزی. مباد بر این حیول و صورتی رنگی دیگر ریزی. مکن حاجی تمنایی وصالی گل رخان هرگز، مکن حاجی تمنایی وصالی گل رخان هرگز. مباد از ناله همچون گل بلان سوزی جگر ریزی. مباد از ناله همچون گل بلان سوزی جگر ریزی. زی دردی به کسی اینا لتا کی به اثر ریزی. مرادی ما نصیحت بود و گفتن، حوالت با خدا کرده رفتن. حوالت با خدا کرده رفتن.
ترانه‌های دلانگیز. ترانه ترنم کردن در رگ و پیوند ما جا شده. تا ترانه ترنم نکنیم خویش را در نمی یابیم، دلی خود را آرام نمی بینیم. از این رو ترانه در کار و گفتار ما زندگی دارد. ترانه در عله مادران و در شیوه عاشقان عمری تازه می یابد. ترانه سرای سخنی دلی ماست، آهنگ گفتاری ماست. شاعری نیست که روبایی نسراییده دو بیتی نگفته. آن شاعران بی اختیار با دلی از عشق سرشار به ترانه گویی داده می شوند که طبعی روان و استعداد فطری دارند. آنها بیخبر از خود ترانه می سرایند، ترانه می گویند. در 4 مصرع 4 تدبیر دل را جای می دهند، می کشایند. خلق تاجیک طبیعتاً شاعر گفتن بزرگان ما از همین جهت است. اساساً ترانه سرایی ما را پیشی رو آورده گفتند. شاعران را نتوان بی ترانه، بی دو بیتی و روبایی گویی دریابیم. اما عالمان شعرشناسان هم از قطار نمانده، گاهی پنهان و گاهی آشکارا شعر گفته، روبایی سراییده، دو بیتی نوشته. یکی از چنین عالمی ادبیات شناس و شخصی زیبا پرست و موسیقی دوست ظاهر احراری است. همان عالمی که بعد زندگی را پدرود گفتند کتاب شعرش با نام چشمه صفا نشر می شود. او به شعرگویی و شاعری دعوا نداشت، ولی در لحظه های بسیار حساس و جوش و خروش دل شعر گفته، سخنی خیش را بر رشته نظم کشیده. در این کتاب شعرهای سره و دلپذیر زیادند، ولی ما را رباعیات و دو بیتی های او به خود کشیده. حالا بیایید به چند از آنها رو می آوریم. هر شب به خیال من درآیی در خواب، پرسی ز من و چو گول بخندی شاداب. چون روز شبم ز خواب خوش برخیزم، بستر همه بوی گل گرفته است و گلاب. معنی روبایی به ما آشناست. ما را یاد می آید بیتی از ترانه های بابا طاهر که گفته، چو شب گیرم خیالت را در آغوش، سحر از بسترم بوی گل آید. ببینید که عالم ظاهر احراری شیفته چنین معنی های بلند شده، در هوای آنها شعر گفته، روبایی سراییده. منم ابرم که می آیم ز دریا، روانم در بدر صحرا به صحرا. نشانی کشت زارتش نیکو، کی بارانم سراکا. نشانی کشت زارتش نیکو، کی بارانم سراپا. به خاکستر
سنگین که توفان در گریبانش نهفته است. منم آن ساحلی خاموشی سنگین که توفان در گریبانش نهفته است. من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در بدر صحرا به صحرا. نشانی کشت زار تشنه تو کی بارانم سراپا. نشانی کشت زار تشنه تو کی بارانم سراپا. غباری خیمه در عالم گرفته، زمین و آسمان ماتم گرفته. چه فصل است این که